دوستای عزیز، به یکی از جایی آمدیم که واقعا گوزی بسیار مقبول از آب چشمه درست شده و خواستیم امروز بیاییم در اینجا. و این حوضه که شما میبینین ولایت تخار قرار داره، سمت قندز که میرین خسکپه و ایرم آبازی. روزانه صدها نفر به خاطر آبازی میه و این آبش هم که شما میبینین آب چشمه است، آب بسیار پاک و سرد. دوستای عزیز، و این چشمه را که شما میبینید چشمه جلات میگه. آبش بسیار آب زلال، آب چشمه. اگر شما بیایید در اینجا بازی کنید فکر کنید که در آب طبیعی بازی کردیم، در آب چشمه که آبش بسیار سرد است و قرار است که ما امروز در اینجا بازی کنم و میریم جایی که اینا. خوب هستین؟ سلام. خوب هستین؟ بخیر باشین. شما خوب هستین؟ الله خوب هستید؟ صحت دارید؟ چقدر وقت میشه؟ یا آب چشمه است؟ یا آب چشمه است. ما به دوستان گفتیم که آب چشمه است و میشه این منطقه را شما معرفی کنید که کجاست. کسایی که از اینجا تر میشه به سمت فرخار و تخار میه اول بیا اینجا بازی کنیم. بله، این چشمه که دوم چشمه کلی جلاد است، دیگه چشمه جلاد است، دیگه آب چشمه است، از داخل میبره. دوستای عزیز، آبش آب چشمه است، آب سرد و آب پاکیزه. هر دقیقه شما که میبینید اینجا جای درست کرده که فیلتر میشه و تازه میشه. و اگر شما به سمت فرخار و تخار چکر میرین حتما در این مسیر پیاده شوین و از اینجا لذت ببرین و در اینجا بازی کنین. چقدر است پیسش؟ 20 تا. دوستای عزیز، همه تو ارزان خلاصت وقتی که از اینجا که رد میشین حتما دیگه اینجا گرم هم است. از قندز، از سمت قندز که می گرمی بسیار زیاد است و اینجا گفته کدام کمی خودت را همه تو با تابی دل آوازی کنیم و به سمت فرخار بریم. زنده و سلامت باشیم. ما تصمیم داریم از آوازی کنیم. زنده باشیم. دوستای عزیز، آبش بسیار سرد است، آب چشمه است. آب چشمه را که شما میبینید از داخل زمین و از داخل کو میبره و این آب که از باید بسیار سرد میشه. چپ ملاق چقدر چطور است؟ قد یک آدم 1 متر و 50 سانتی آب است. مشکل نیست. چپ ملاق دوستای عزیز، آبش بسیار سرد است، واقعا که از آب فرخار و سج هم سردتر است. هر وقتی که از اینجا شما از این مسیر راهتان به سمت فرخار شد حتما در این حوض بازی کنید.